رقص میکنه لوچ و اوریان لباسشون ببین حال شوی. برای چی؟ برای فقیر عزیزان، مظلوم عزیزان، بیچاره عزیزان، نداره زندگی. در سرخان کلان سغلای گوشت گوسپند و اسب و مرغ هندوک و بودنه و خور و بلا را زده میتونین. بیچاره گنرال مایور سایچو شامو یک سربازی ردوی قدر داره، گنرال ارزش نداره، بروردنش مجبور نوار کردگی. میدونین چی؟ مرحمت کنید. Я минут. Как-то женщины, мужчины не нужно. Хамат мужчины. برادران از کلاب زمین شهر کلاب مهربانو پالوان تا 4 سال پیش کتیما در باغ گوشتین گرد بدبخت باز آزدم شد. ای کلاب دلبر نایه رودکی یگان پیلواری داره 100 سامان یک چلی پیلا خانمی به همین که بگیره یه درش به خاطری هر دو سودیا میمانا یک تا مایسترا همجا استوب کنم از کنین یک دقیقه. ویدیو شد شجاعت جوانان کلاب. این خواهر ما از منطقه کلاب است. من محله بازی اینجا رول نیست، منظوری من منطقه بازی نیست، اما واقعا باید قبول کرد که جوانان واقعا شجاع داشت. باز یک مدت گرد اطراف ببینید پر از مردک است. من بدانم در اونجا هزارها صدها هزار زن نشستگان، اینقدر دردآور نیست. مردهایی که کمانا دارند، لباس ورزشی دارند، در میبرند در نبرد مبارزه میبرند به خاطر جای یکم دوم. مردن شما، مرد شما را مرد زاید است مادری تاجیک. این حالا ببین زنی تاجیک در مابین صدها کس هزارها کس رقص میکنه لوچ و اوریان لباسشون ببین حال شوی. برای چی؟ برای فقیر عزیزان، مظلوم عزیزان، بیچاره عزیزان، نداره زندگی، نداره. برای 100 سامان آمده است تمام عضو بدنش در بین مردم میلرزونه. شرم نیست؟ ناموس ما جوانا کجا شد؟ اوش میبرو من معلمم پیشوای ملت فلان کرد، اوش میگه من نمیدونم داملام پیشوای ملت بهترینه. خاک تو سرتون شما بناموسا. روز شبکی نمیدن زمین مردم هر یکی تو جواب تین، هر یکی تو که امروز میبروی از یک حکومت ظالم، از یک حکومتی که ناموس یک زن یک مادر آورد در کوچه پرداخت، جواب تین. بگذارش برادر. ای خوشبال شربت شر دختره که کلوبی کالت را چکنم ای دا کالتم دونم جا چشماتم جونم خط ایامی تا بالا رو جونم میخیلی تحقیر در حق مادر. بچه چکارش کرده استای او؟ چکارش کرده استای او؟ پاشوش اونی بده علیمینگیری اومده. استاپش کنجا برادر عزیز. بیجا شد اشونی حاجی میرزایی که براش میمردن بعضی آتانه پیش اشان گفته دسترخانی پر از نوش و نعمت براش میکنین. گجا شد او بیچاره کسل برادر سلمان. هر چی که نباشه دیگر کسل از مریض از درست گجا شد. گجا دی در مسکو آمده به مقابل گروه 24 و حزب نهضت و دیگر گروه زبان تون دراز کرده میتونین. یک بار خطاب بین این بیناموسای تشکیل کننده های چورابینی کرده نمیتونین که ای بیناموس، ای پدرسگ، ای بیمان، شما به کدام سمت رفتستین؟ به کدام منطقه حرکت کردستین؟ شما کو مردین، شما کو مسئول بدین، چرا جواب نمیتین در این صورت؟ میشینین در مسئله خیر و صدقات و حیض و نفاذ و فلان و بیمدان هر روز برنامه دارین، هر روز گپ میزنین. چرا در این مسئله گپ نمیزنین؟
چرا در این شرایطی وضبینه که بالای ملت بناموسی پیاده شده یتت گم نمیزنین؟ در سرخانی کلان ساغلای گوشت گوسپند و اسب و مرغ ایندوک و بودنه و خور و بلا را زده میتونین. باخچه بسته کارابکا غذا را گرفته در خفای پرداتون خونتون اومده میتونین. یک بار در این باره ناموس ملت گپ نمیزنین شما. یک بار در باره وجدان انسانی یک راهبر گپ نمیزنه که مرزا را گذاشتین. ای او گریه های شما همه دروغ است. مگر پیامبر همین خیلی نسل تربیت کرده بود؟ طبیعی است که نه. بزرگترین کاری که میکرد پیامبر از ناموس یک مادر دفاع میکرد. برای چی در بالا نواری پیشینه را گذاشتیم که ببینین مسئولی کشور چگونه بود؟ صدا یک زن بلند میشه جان شمیتیه فغان میکنه داد میزنه. اما شما چیکار کردین؟ هنگامی صلوات در حق پیامبر خواندن آبای چشماتو میزد دست مولکاتون تری آب میشه. همین از محبت شما به پیامبر، همین از محبت شما به دین، همین از محبت شما بر مادر المؤمنین و حضرت عایشه را مثال میارن زار گریه میکنه. همین است. دروغ است همه. به خاطر منفیت، به خاطر پول و مال، به خاطر دولت کور شدین همت. تمامی اون کسی که منبر پیامبر استفاده میبری خدا و رسول میگه گریه میکنه دروغ میگین. جامعه پراس شیطانی و افلاسی را ببین. در مابین صدها هزار نفر یک دو زن آوردین. او زن من میدونم گرسنه است، من میدونم نداره زندگی، برای 100 سامان آمده است به آبرو کرده است. در اونجا پر از منصبداران نشستگیان. این چورابینی را فرزند منصبدارا میکنن، هیچ وقت مهاجر نمیکنن. فرزندان منصبدارای چورابینی میکنن. ببینین دیگه هم رفته بچهای بالجوان رجب بگیره اکا بگیره. بچهای حلال سالم شبته بگیر سالم تو بگی. دیدین؟ شجاعت میگین. واقعا برای ملت من نمیدونم چی چیزی دیگه لازم است. کی بیاید یگان کسی دیگه آسمان بیاید از تای زمین بلند شود. طبیعی است که دیگه آخرین پیامبر ما و شما اومده به دیگر نیست. اما کی باید این مسئله را جواب ده؟ شورای علما سراتون دم کدگی مکتوبی که تازه آمد چند روز پیش کارمندان کمیته امنیت میروند داخل یک دانشگاه اسلامی. خب چند دانشگاه را بلند دانشجو را میگیرن میگن شما باید در مقابل ایزد امان چیکار کنین؟ ویدیو نوار کنین بگن که او خودش دروغ لیدری مهاجرا گرفته بود دروغ میگه. طرف چی میگه؟ طرف میگه که خب دانشجو ما گپ زدن نمیتونیم، ما نمیتونیم، بالای ما فشار میارن. دکان فاکولته کی است؟ برادر زید کریم رحیم تاجیکستان. او احمق چی میگه؟ همه در دست خودمونه، امنیت در دست خودمونه، ما عطف چت میکنیم شما را برو این گپ زنید. میفهمین؟ او دامله ها معلم های مدرسه ها در چی کارن؟ روشان سیاه هست همش به خدا قسم. اما بیناموسی برادر سلمان باید که همون دانشجویان همون در نوارشان همون کریم رحیم پریکول کنم که ما همچون استازمون یک گریه میکنیم برای همین خواهیم. واقعا این از دوستان عزیز واقعا از درد بود. من واقعا این روز نوار یک برادر برام روان کرد، خیلی یک نظر کردم. بسیار سوال ها برام اومده که چرا این ملت تا این درجه ما ضعیف بودیم. ببینین خب در خارج کو زنهای ما را استفاده میبرن، در داخل تاجیکستان در بین شهر بچه‌ها در دیسکو کلوب باشه که میگیم خیر است، در رک کوچه باشه میگیم خب خیر است، اما در بین جوانان مبارز به ناس میخوام در میدانشان مبارزن، جوانانی عظیم قهرمان، جوانان ورزشگر کمربند سرخ و سفید و جگری و کوت و نافرمان دارن. یک قسمش هر یک تا هستن که گفتم که گردناشون چینی میان دو سه تا مبارز میشه بعضش. اما حالا ببینین حالتی رخ داده را ببینین شما در میدان جوانانی که اونجا نشستن. صحبت کنیم برادر واقعا. خب در این مسئله باید چند گفتنی گفت دارم در مسئله نواری موندی بعد برادرها با صحبت کنیم. اولا در اینجا مسئله چی گرفتی؟ شریعتی شد که
ملاها باید میبرومدن یا یکی گپ نزدن از اون جمله نام حاجی میرزا را گرفتی او به چراغ چون در خطر شاید کدام روزی زهر شد بهتن همو دسترخوانی پر از ناز و نعمت چون نمیفهمن یک مدت میبینی که بعد مردم میگن این الهی و این الهی راجعون ما از طرف خدا اومدیم و طرف خدا میریم ملاها باید کم کم شکمتون کنترل کنین هر جا نرین هر دسترخوان در نشینین که همو برادر اسلامیت که خود میزنی میگوی که 100 شود 100,000 10,000 میلیون همو زهرت میتخد نمیفهمی رژیم برنامه داره بالای شما مسئله اسلامی شاید گفتید این مسئله نگاه ننگ و ناموس دنیایش ما بگیریم چند نقطه بگم همین یه هفته پیش چند تا نوار شد فکر میکنم 10 تا زیاد شد برآمدن گفتن که زید یک مبارز به نام ایشون عبدالستار شخصای شناخته شم بود شخصای نخیلی ناشناخته و عادی هم شما حق ندارین زید مردم کلوب گپ نزنید ما زور ما قهرمانیم مردم کلوب همه وقت در پهلوی امامعلی رحمونه همین گپ هم گفتن تا او بیچاره گنرال مایور سایچو شمول یک سرباز ردوی قدر داره گنرال ارزش نداره بروردنش مجبور نوار کرده میدونین چی نگاه کنین اگر که واقعا مردم کلوب قهرمان بسیار زوره در این خیلی حالتو باید که یک زن هم تنها مرد قهرمان نمیشه و زن باید نمی ناموس شو دیدین چیش گفت همین سودیا یا داور میگه که ایجاد صدقه اوجت گردیم در آخر میگه همه جا تگردیم میکشش طرف خودش ننگ ناموس انمی جده آدم باید که بدور کنه هشیار کنه در میدان هم همین ننگ ناموس تمام مبارزه در میدان صورت میگیره اگر در این رنگ ما در اکرام بینش در دوری بینش اگر داد میزنی فریاد میکنی اون معنی نداره دیگر یعنی عدستیش نمیاد وقتی در جای حادثه در میدان او هم میدان تمامی بگیم که مردمی بگیم تماشابین ای کلوب نمیدونم از کجا بدم اما ایرو شریعت یک حدیث هست پیامبر ده که کاری بد دیدی بعد دست من که نتونی با زبانت سیم درجهش که هسته پایینه با دلت بعدش بگی این اما با زبان های من میکنی دیگه تموم از پیش میبود شاید که گفت دیگر میگفتی باید اون مردم غیور قهرمان پهلوان باید که نمیموندن همون زنکو همون میدان چی میکنن همون دخترو اونا رئیس شهر کلوب یک ولیزاده قادر یک چوما هست یک پرچوگان هست بردن همونجا یک چی باری موندگیشن همی چشم دور نشوه که همین کلوب رئیس داره با معاون او آرزو همدمیان اونم معاون همچون برآمده علیه عزت امام گپ زده است شما تصور کنید یک چهره بگیم نمایان یک چهره کلیدی در حکومت چما وزیر داخله نمیبروید وزیر داخله جکی وزیر کارهای خارجه نو مهردین سیراجدین اصل دادستان کل یا یکی پروکورور گنرالی یوسف رحمان چی نمیبروید تلفن دارن اینترنت دارن چی نمیبروید با مردم صحبت کنن رو برو مردم بگشون که شما به ناموسین شما با ناموسین شما خدمت کردین و ما شما را میخوایم یا نمیخوایم باید ببرن اگر که همه در صحنه میبودن در افیرو میبودن این ایجا مردم نمیدرامدن میگفت که چرا اونا دخترها در اونجا رقص کردن یا که در میدان چی با او داور او دختر کلوبی را یا که دختر رودکی را در آغوش گرفت یا که هر گپا بزیبش گفت ایش گرفت در زمین پرتوف ای بای ایرو ننگ ناموس با فرهنگ ما تمام راست نمیاد در اینجا رئیس شهر کلوب مویناش نچندین ملیساش امنیتش همش گناهگارن برای تامین امنیت گفتنی تنها یک نفر نیست که افغانستان نمونند رومانی ننگ ناموس هم باید حفظ کنن ننگ ناموس فرهنگ هم باید امنیتش تامین کنن همین امنیت میگن من بسیاراش همین خیلی میگن در نظرشون که افغانستان نمیدروین امنیت همیه نه امنیت ننگ ناموس هم حفظ کردن این هم امنیت هست یعنی امنیت دمی هم باید دخالت کنن وزارت کارهای داخلی میگن در داخله باید که نظارت کنه یا که کنترل کنه گم و گورن برای چی؟ برای که اونا پیرخر و ابلیس
خودش رقص بازی را انتخاب کرده و همین برنامه را در میدان جاری کرده. برادر سلمان گفتی برای 100 سومون یک زن میخزه رقص میکنه. من همین گپ چند بار گفتم که در توی ها رقاصه میبراید خیلی خچه دیگه مسلمان میگیره دیگه ما اینگاه ما چی حکمش میکنیم نمیکنیم میبراید دیده که چیکار میکنه به ابروگی ملت به ابروگی ملت فرهنگ هم ابروش رزوندگه ننگ ناموس هم اسلام هم وطن ملت